آموزش رنگ طلایی رو دارم براتون. خیلی خوش رنگه، هیچ وقت هم سیاه نمیشه. برو بریم. نیاز داریم به پودر طلایی و پودر کاهی. اگه آلمانی و اوکراینی باشه چه بهتر. و همین پلیورتانی که دارید توی تصویر میبینید. نگاه کنید. یه پلیورتان عالی، مارکش هم صادق کحالیه. بهش کیلر دوقلو هم میگن. کیلر، هاردنر و تینر مخصوصش. خوبه. لیوان میتونه باد نداره. بگیره؟ حالا بیا نزدیک. بازم اینجا باشه. بیا بیا بیا. اینه یه دونه میزیم. حالا قطع کن. اینجا بده. خوب. حالا برو اون. درش بسته است. درش اینطوریه. 2 پیمانه کیلر ریختیم، 1 پیمانه هاردنر ریختیم. حالا 1 پیمانه هم تینر مخصوص پلیورتان داخلش اضافه میکنیم. اگر کسی بهتون گفت که میتونید به جای کیلر پلیورتان تینر فوری 20000 بریزین، داره گولتون میزنه. اگه دقت کرده باشین وقتی کیلر و هاردنر رو با هم دیگه ترکیب کردم خیلی آروم هم زدم، ولی بعد از اینکه تینر رو اضافه کردین مثل همین الان تو تصویر میتونید تند هم بزنید، خیلی مهم نیست، ولی ترکیب هاردنر و کیلر باید خیلی آروم هم زده بشه. حالا ترکیب کیلرمون به دست اومد، میریم که پودر رو بهش اضافه کنیم بچه. اولین کاری که میکنیم اینه که پودر طلاییمون رو با پودر کاهیمون 50-50 به اندازه هم. حالا اگه دوست داشتین طلایی رو بیشتر، دوست داشتین کاهی رو بیشتر، سلیقه‌ایه، ولی من میگم به میزان مساوی با هم دیگه قاطی کنید بچه‌ها. ما اینجا رو قاطی کردیم. خب پودر طلایی یه کمی به قرمزی میزنه، پودر کاهی یه کمی به سبزی میزنه. وقتی میخواین بخرید خودشون میدن بهتون. خب حالا اوکی. یه دیگه اینجا بسید. خب بگیرم منم باش. بچه پودرتون رو بریزین توی یه لیوان کاغذی. با تینر فوری 20000. حسابی هم بزنین، کامل بزنین، یه رو ته‌نشین بشه. خب بعد درش هم بذارین، مثلا یه چیزی رو بذارین رو درش. خب این از پودرمون کامل ته‌نشین شده. اون تینری که بالاش وایساده اونو خالی میکنیم و میریزیم دور. ما با اون پودری که میمونه کار داریم. من این کار رو 2 بار انجام میدم. شما حتما باید پودرتون رو عین من با تینر فوری بشورین که طلایی درخشانتر و بهتری داشته باشین و هیچ وقت سیاه نشه. بریم که ترکیبش رو با پلیورتان بهتون بگم چیه. این محلول شفافی که میبینید همونیه که اول ویدیو بهتون آموزش دادم. بچه‌ها بعد از اینکه طلاییتون رو خیس کردین و شستین و آماده شد، بعدش باید شما کیلر رو بسازین. خب یه نکته خیلی مهم داره که آخر ویدیو بهتون میگم. طلایی که شستیم و آماده بود یه مقداری داخل پلیورتانمون اضافه میکنیم.
هم میزنیم. اگر موقع هم زدن یه رگه های سیاهی داره نگاه کنید، اگه این حالت رو داره یعنی پودرمون کافی نیست و مجدد باید از همون پودری که شستیم بهش اضافه کنیم. شما وقتی اینو اضافه کردین هم میزنین، از رو غلظتش و از رو رنگ طلایی خالصی که داره میتونید تشخیص بدید که الان طلاییتون آماده است یا نه. بچه نکته مهمی که میخوام بهتون بگم توی اجرای رنگ طلایی و ساختن رنگ طلایی اینه که شما حتما باید اول پودرتون رو بشورین آماده کنین و لحظه اجرا باید اون پلیورتان رو درست کنید و پودر رو بهش اضافه کنید. خب و زمان اجرای این رنگ طلایی که بهتون آموزش دادم 45 دقیقه است. یعنی شما باید به اندازه‌ای درست کنید که در مدت 45 دقیقه رنگتون تموم شه و مجددا رنگ بسازین. شما نمیتونی رنگو بسازی و 1 ساعت دیگه استفاده کنی. شما نمیتونی رنگو بسازی و بذاری بمونه بخوای یه روز دیگه یا چند ساعت دیگه استفاده کنی. پس به مقدار مصرفت درست کن. بعد یه نکته خیلی 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 مهمی که خودم سر پروژه‌ام انجام میدم و باعث میشه که طلاییم هیچ وقت زیاد نشه و تصدیق بمونه اینه که الان بهتون میگم. این تاهاست، این تاهاست. اونم امیر حسین میگه، امیر حسین بیشور، امیر حسین هیتر تاهاست. خب از همین الان هیتریش رو شروع کرده. حالا ولش کن. ببین بچه این تاهاست، کانال رو ایشون میچرخونه و اینکه هر سوالی داشتی ازم بپرسید. آره ازش پرسید. حالا برید. آره حالا برید کنار. بچه ببینید شما گفتم که من وقتی که طلایی رو درست کنم، چرا طلایی من سیاه نمیشه؟ اول اینکه تازه درست کنم، در عرض 10 دقیقه رو تمامش میکنم و اینکه بعد از اینکه طلایی رو زدم تموم شد، به کجا رو نگاه کنم، بعد از اینکه طلایی رو زدم اجرا کردم تموم شد 24 ساعت بهش زمان میدم، هیچ کاری نمیکنم. بعد از 24 ساعت دوباره اون کلر پلیو هیترای منو ببینید. ببین بچه گیر شدیم ما. بعد از اینکه طلایی زدم اجرا کردم تموم شد 24 ساعت بعد دوباره اون کیلر پلیورتانی که اول فیلم ساختم براتون اونو اجرا میکنم روش، دوباره 12 ساعت صبر میکنم، دوباره اجرا میکنم. دیگه سنگ میشه، ضد خش، ضد آب، ضد رطوبت، هیچ وقت هم سیاه نمیشه. مگه نه تا 100% هر درسته.